ماهی که میبینید فیل ماهیه که از خانواده تاس ماهیان. بیا نزدیکتر علی. این ماهی از همون ماهی هاست که خاویار داره و خاویارش گرونه، مثل اوزونبرون، آلبینو و 27 نمونه ماهیان خاویاری که داریم. جالبه بدونید که این ماهی ها اصلا استخون ندارن. الان من ماهی رو دنس کردم که استخونشو بهتون نشون بدم. ماهی رو میشکافم، تمام استخوناش هم با هم میبینیم. برای نمونه بیا اینجا بالاتر علی. اینجا میخوام ببرم. ماهی رو باید روی استخونش برید، ولی برای این ماهی ها چون غضروف دارن و هیچ استخون میانی هم ندارن، میشه از هر جا دوست داشتین ببرید. من میخوام براتون تست کنم. یه ضربه من تا اینجا یا اینجا یا هر جایی که دوست دارم بزنم. ماهی بریده شد. چرا؟ چون غضروفیه. اصلا استخون توی این ماهی نیست. پوستشو میشه گرفت، برای کباب و سرخ میشه استفادهش کرد. الان استخونشو از نزدیک با هم ببینیم. اگه توجه کنید اینجا به جای استخون، این استخون دیگه، حتی استخونشو که غضروفیه استخونش هم میشه برید. اکثر قرص‌های غضروف ساز دنیا رو با استخون همین ماهی‌ها درست میکنن. استخونشو جدا کنیم. این غضروفشه، راحت میشه با چاقو برید. نکته بسیار مهمی بود راجع به ماهیان خاویاری یا همون تاس ماهیان. گوشتش هم با هم ببینیم. گوشت این ماهی رو با هم ببینیم که برای کباب و حتی سرخ واقعا بی‌نظیره. تیکه های شکمش رو اینجا جدا میکنیم. تیکه های خونیش رو به اصطلاح تمیز شده باشه و بتونیم راحت برای اینجا دیگه هیچ استخونی نداره، از اینجا میبریم. میشه پوستش هم گرفت و ضربه از اینجا بزنیم به این شکل میشه پوستش رو گرفت. این قسمت خیلی راحت میتونیم این قسمت رو جوجه‌ای ببریم و سیخ بزنیم. سیخ زدن این ماهی فقط هم کافیه بهش نمک بزنید. به این صورت فقط نمک بزنید و روی آتیش کباب کنید. این بود از معرفی فیل ماهی.